الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند مهربان دعاگاه هستیم که عاقبت کاری همه مانا بخیر کند، ایمان ها مانا با سلامت نگه دارد، ملک و وطن مانا الله مهربان دعا کنیم که همیشه خوبی ها و نیکی ها را در اینجا به همیشگی نگه دارد، از جمیع آفت و بلاها هم خود مانا هم زادگاه مانا هم این دیار زیبای ما و شما را دعا کنیم که خداوند حفظ فرماید. بیماری ها ما در الله مهربان شفای کامل و گذشتگان ما رحمت و مغفرت و مسافرها ما صحت و سلامت به خاندانشان رسانید. برادران عزیز، یک چند مصرع شعر من از مولوی جنونی میخوانم و در آخرش برای شما بعد انشاءالله یک صحبت میکنیم که مصرع هایی که خوانده می شود یعنی به چی وابستگی دارد. جناب مولوی جنونی که در همین مملکت ما و شما، در همین دیار ما و شما قبرش و زیارتگاهش گوییم در همین جا هست، اگرچند که این زاده افغانستان بود لیکن با تقدیر الهی آمد و در همین جا خاک شد. در معدن حال در کتابشون فرمودند که انبیا با 100 علم رفتند، تو هم می روی. اولیا با چشم نم رفتند، تو هم می روی. عاشقان با سینه افگار دائم اشکبار، جانب خاک عدم رفتند، تو هم می روی. نازنینان جهان چون غنچه گل در شکوفت، در خزان و درد و غم رفتند، تو هم می روی. پادشاهان در غروری تاج و تخت و مال و ملک، مانده مال و جام و جم رفتند، تو هم می روی. رو غمی جان خور، چرا اندر غمی نان مانده ای؟ نانخوران خالی شکم رفتند، تو هم می روی. ای جنونی ناله کن تا زنده ای از هجر دوست، عاشقان سوی حرم رفتند، تو هم می روی. برادران خیلی عزیز و گرامی، جناب مولوی جنونی ما را مثل یک آدم خوابی را که بیدار میکنی، یک آدمی که مردنش فراموش میکند، میخواهد که با این مصرع ها او را به یادش بیارد که یعنی گفت شیخ سعدی ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. با ما با نفرهایی که امروز در بالای زمینیم به ما اشاره میکند که ای نفرهایی که امروز بالای زمین ده مقصد جلوه دارین، بالای زمین ده خرامان قدم میزنین، شما دانین که دائم در پشت این زمین نیستین، زیرا که یک توده مردم در شکم مادر و پشت پدر انتظاری دارن که کی ما پشت زمین خالی میکنیم تا اونها با جای ما را بگیرن، زیرا که ما هم جای کسی را گرفته بودیم.
جناب جنونی را هم مصرعهاش دلالت بر همین دارد که انبیاها رفتن، پیامبرها رفتن، اولیاها رفتن، عاشقانی که در راه الله عشق ورزیدن اونها هم رفتن، جمیع پادشاها هم رفتن، جمیع نازنینان و جوانها هم رفتن. تو هم می روی. مقصد تو هم فراموش نکن که تو هم در پی اونها می روی. یعنی این مصرع ها برادران عزیز معناش همین است که ماها باید که یک در ذهنمان این را باید به یاد ما گیریم که ما در دنیا پاینده نیستیم. یعنی ابدی ما در اینجا باقی نمیمونیم. الله مهربان در قرآن میگو قل این الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. در سوره جمعه الله مهربان میگو اگر چنده که شما از مرگ میگریزین، یعنی شما هیچ وقت خواهشی مردن ندارین، لیکن مرگ با شما ملاقات خواهد کرد. الله مهربان میگو کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چیزی که در روی دنیا الحال هست جان به حق تسلیم میکند. یگانه ذاتی که در دنیا باقی میماند این الله ذوالجلال است. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. از این لحاظ این مصرع ها برادران عزیز دلالت بر همین میکند که روز می شود که ما هم می رویم، ما هم دنیا را پدرود میگیم. به این خاطر هیچ وقت رفتن تانه مردن تانه فراموش نکنین، لیکن از همه چیز مهمه که باید با خود برین اعمال صالح تانه جمع کنین، زیرا حضرت عمر رضی الله عنه می گفت عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. دنیا در کسی مبلغ و پول دارد عزت دارد، لیکن عزت آخرت به عمل صالح است. خداوند خاتمه ما را بخیر کند، سفرهامون را نیک مبارک گرداند و الله مهربان دعا کنیم که زمان رفتنمان با خودمان یک توشه داشته باشیم تا خجالت در خانه قبر و میدان حشر نداشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.